سلام. امروز میخوایم این جعبه جواهرات کوچولو رو با هم دیگه درست کنیم، 0 تا 100ش. خب اول از همه یراقش رو ازش جدا میکنیم، پیچ، مهره، لولا، قفل، تمام اینا رو از خود بیسمون جدا میکنیم به خاطر اینکه میخوایم کامل رنگش کنیم. و من برای این جعبه از یراق‌ها رو گرفتم طلایی کردم و خودش رو سفید کردم، چون میخواستم یه سری ترانسفرهای خوشگل بچسبونم بهش. از همه جاده ها میاد انگار از شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که دروا میشه. بعد از اینکه 2 دست یا 3 دست بسته به رنگتون داره، غلظت و پوشانندگی رنگتون داره، به جعبمون رنگ زدیم، نوبت به این میرسه که شروع کنیم ترانسفر بچسبونیم. شما میتونید از شابلون هم استفاده کنید و رنگ بزنید رو شابلونتون و به صورت طرح روی کارتون اجرا کنید. من میخواستم ترانسفر استفاده کنم و ترانسفرها رو بریدم، بعد داخل آب گذاشتم. وقتی که تلق شفافش ازش جدا شد روی کارمون چسبوندم. اینم بگم قبل از اینکه ما این ترانسفرها رو بچسبونیم باید چسب چوب رقیق به کارمون بزنیم، یعنی زیر این ترانسفرها چسب چوب رقیق میخوره و روشون هم همینطور چسب چوب و همینطور هم وارنش. حالا برای داخلش من از یونلیتی که گرفتم با پارچه نمدی روکش کردم استفاده کردم. جاهای انگشتر رو جدا روکش کردم و جاهایی که برای جواهرات بزرگتر هست توی 2 بخش جداگانه براش جاگذاری کردم. بعد ما این نمدی ها رو با چسب حرارتی به یونلیت میچسبونیم و کاملا کاورش میکنیم. وقتی که تمام این جاهای جواهرات آماده شد و جاگذاری کردیم، یه روکش یک سره هم می‌بینیم که جا انگشتری ها خیلی لق نزنه و همینطور برای جای جواهرات بزرگتر. این هم که دیگه نیاز نیست من توضیح بدم، اضافات رو حتما بچینین. چسب حرارتی اگه حالت تار شد جدا کنین و کار تمیزی رو داشته باشین. از همه جاده ها میاد انگار از شهر دور که از همه دنیا
قسمت پایانی کار وارنیش زدنه. شما میتونید از وارنیش استفاده کنید یا اگه دوست داشتین رو سطح کارتون رزین بریزین. اینا دلخواهه. من اینجا از وارنیش استفاده کردم و به کل جعبه‌ام وارنیش دادم که یه حالت ضد آب داشته باشه. و حالا نوبت وصل کردن یراق و اتصالاته که همینطور میبینین من با اسپری طلاییشون کردم و همه رو سر جای خودش قرار دادم. و پایان کار. موفق باشید.